سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو دیگر. دوستان عزیز خوش آمدید به یک ویدیو متفاوت. دوستان عزیز همونطور که میبینید الان ساعت چند شبه؟ ساعت بهتون اول نشون بدم. 8 میشه. ساعت فیکس 10:30 شب هست و ما توی یک جنگل هستیم. الان صدای آب و صدای جنگل ذاتاً اون آرامی که توی جنگل هست و شاید شما خودتون حس کرده باشین. الان شاید شما این ویدیو رو تماشا میکنید روز است یا توی خونتون هستین و اگر فعلا جایی که ما هستیم شما میبودین میفهمیدین که ما چه احساسی داریم. اون موقع میفهمیدین که چی به چیه. ما اومدیم توی یه جنگلی که فقط جنگل است دور و بر و اینقدر خطرناک است و برادر ما لال نصیر احمد اینجا زیاد بوده. خب چون محل کارش تقریبا یک 20 کیلومتر اونورتر از این جنگل هست و اینجا بوده و میفهمه که اینجا چجوری هست شرایطش. تو این جنگل من یک بار 2 سال قبل اومدم. خرس داره خیلی زیاد، درسته؟ بله. خرس داره دیگه، حشرات که نپرسین. الان اینجا بودیم خب چی بود؟ قورباغه اومده بود از روی پای فیلمبردار پرید، همه من ذره ترک شدیم. خیلی چیزه. الان میریم با هم زیاد حرف نمیزنم. اون چیه؟ ای با خدا شبیه خرس ها. نشون بده با دوربین. مرا نشون نده، اونجا رو نشون بده. اینا هم که همونطور که میبینین دوستان عزیز لال نصیر احمد نشون بده. تبر است و دست من تقریبا شبیه چه میدونم تشه هم نیست، تبرم یک چیزی هست. فقط بریم الان داخل جنگل میریم، جای خیلی خطرناک است. بهتون نشون میدم، فقط دعا کنید که اتفاق نیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر. ممکن آدم بیفته. فیلمبردار همونجوری برو یواش یواش ان شاء الله بیفته از همونجا تا پایین. فیلمبردار رو به زور راضی کردیم که بیاد، نمیاد. برو. سب اونجوری نرو، اونجوری مار نمیکنی. وی لولو اون بگیم چیه؟ با خدا پای با بابا با خدا پای با خرس میگه خرس اومد کته و دراز میگه راست میگه. با خدا سب گلاز با خدا ما الان پشیمون شدم چرا اینجا اومدم. الان اینجا چجوری برگردیم؟ این بغل درخت نیست که چجوری باید برمیگردیم دوباره؟ با خدا ماشین برگشتن اصلا. بسم الله الرحمن الرحیم. با خدا داخل از ما ممکنه مار باشه، ممکنه هر جور حیوان خزنده جوینده اینجا رو دن با خدا ترسیدم از برگردن والله. از اینجا ترسناک‌تره. درخت هم میتونه درخت ترسناک. رو ببین با خدا مثل توی فیلم ارباب القا هست درخت تا الان زنده میشه. درخت هم میتونه بیا این مرتنا نزنیم با خدا. تو که تو جنگلوان هستی، بیا دیگه. کجا بریم این بر بیا تاریک نشه اون میتونه. وای چرا نمیگی؟ وای oğlum filmlerden zaten açtı. زنگ بودم. زنگ بودم مطابق. از این بیشتر کجا بریم بگیم الله؟ بریم میریم داخل جنگل میتونی؟ چهار طرف درخت داره. ببینی واقعا جنگل ها با خدا شوخی نداره. شوخی چیه نه؟ با خدا شوخی نیست دوستان عزیز، این جدیه. میدونید من قبل اینکه فیلم برداری شروع بشه ما 3 نفر یکیمون جرئت نمی‌کردیم از اون پایین بیایم یک ذره بالاتر. من خودم هم میترسیدم. وقتی فیلم برداری شروع میشه کم میخواست بزنیم تو دهنمون. ولی از اینجا اگر بیافتیم دیگه باید تیکای ما رو صبح از اونجا جمع کنن. با خدا بیا دقیقاً. راه خدا از این چیز اول نه اصلای خود شد. با قرآن برای 1 ثانیه چراغ یه خورد اینجوری کن. الان بگیر با فیلم ببین شب است با خدا. بگیر دوباره ببین یک ذره اینجا رو نگاه با قرآن. ای آنانا رفت با پام با ای خدا بیا جلوش. تو هم با موقع چکوشی برداشتی به دست تبر برداشته الان بیاد میخوره. چیه با خدا
من کلا رو به سرم میذارم من سرم برو الله اکبر اصلا کی گفت من همه ویدیو رو بسازم با خدا سب کن من کلا این درخت نکنه مار اوی چیزی به جونش چسبیده باشه خوب نیه چرا؟ بیشتر پیشه کن چرا؟ خوب نیست عجیبت زیاده زیاده؟ چی هست مثلا؟ واقعا داره اینجا فکر نکنیم نداره من میدونم که داره یعنی خیس داره شغال داره شغال به خدا اینقدر تو چکش نزد من شغال که نمیترسم خیلی چیز خفا چی یک چیز دیگه لاشخورا کرد خب از او داره تو از اون کرد کنی یک دلوزی به خدا بابا والله به نظر من از این شد من پشیمون نکن ما نه جدی میگم ها نه درخت فرق نمیده این طرفتر هم درخت دیگه چیز جالب‌تر نیست چه میدونم میگم بریم جای خطرناکتر نه از این بیشتر خطرناک میگه خطرناک معلوم میشه دیگه معلوم شدن نه میخوام خرس من ای به خدا اون سنگ به خدا ای علافا تکون میخوره صبر کن غفر یواش غفر Vidika. بیا من پشیمون شدم بیا غلط کردم من فیلم بزنم برو یواش برو زود آقا سم برو با خدا یواش بله دوستان عزیز الان ببینید اینجا چقدر خطرناکه من امیدوار هستم شما ببینید توی فیلم رفتم از اینجا بیافتم پایین با خدا کارم خراب خلاصه ببینید این پایین معلوم نمیشه بابا تاریکه ای کاش تاریکی میبود معلوم میشد این ور نشون معلوم نمیشه ولش کن نشان نده من اونجوری که دوست داشتم براتون بسازم نشد واقعا فیلمو چون خیلی سخت Şöyle gelin. چیزه با خدا این طرف نه از کجا پایین میشه از این طرف من فکر کردم از اینجا خوب ننداختم خودم با خدا برو یک نفر مو که تا حالا پایش شکسته ولی اینجا سب کن چقدر زیاد شد به یک بار انگار یکی داره بازی میکنه وی برو اینجا دریا کجای دریا پایینه وی لا هی با خدا اگه نرمال همینقدر سبا باشه آدم نمیترسه نکو آرامشی دریا آدم میترسونه یه جوری آرومه چیزه این چراغو بگیر تو من معلوم بشه Telefonu versene bana. یه لحظه صبر کن دوستان عزیز من خیلی دوست داشتم این ویدیو خیلی بهتر از این بسازم براتون توی جنگل ولی نمیشه الان خیلی الاف شما ویدیو رو توی چند دقیقه تماشا کردیم ولی ما خیلی زیاد چرخیدیم یعنی بیشتر 1 ساعت 2 ساعت میشه ما داریم میچرخیم اینجا ولی خب نمیشه خطرناک است اون بالا میگن نرین خطر داره دور فیلم بردارم پایش از بین رفت با خدا دیگه امیدوار هستم از این ویدیو خوشتون اومده باشه دوستان عزیز اگر از اینجور ویدیوهای ترسناک میخواین که ما یعنی من با آمادگی کامل نیومدم چراغای بزرگ نیاوردم و خیلی چیز نفرم کم و 3-4 نفریم همش اگر از اینجور ویدیو میخواین که یک شب کامل توی کل جنگل رو بگردم با این چراغای بزرگ بیارم که بتونم به شما نشون بدم ویدیو رو لایک کنید دوستان عزیز اگر مشترک کانال نیستین مشترک بشین و نظرتون در بخش کامنت ها بنویسین تا ویدیو بعدی خدا رو مدد بالا رو نگاه کنید
موتور